آنهایی که 2 دهه اول را کوشش نکردند، زیاد کوشش نکردند، 2 دهه اول گمان کردند که این روزهای پرقیمت را از دست نمیدهند، اما از دست دادند. در طاعت و عبادت، در ختم قرآن کریم، در نماز تراویح کوتاهی کردند، در نمازهای شب یا هر عمل خیری که هست در این فرصت ها را غنیمت نشماریدند. این دهه اخیر فرصت طلایی برای ما و شما است. دعا کنیم که الله تعالی عملهای کوچکی و عملهای عاجزانه و پرنقصان ما و شما را در این ماه مبارک، در این دهه اخیر، این لحظه های بسیار پرقیمت، در این شب‌های قدر، الله تعالی ما را اولا که توفیق بندگی و توفیق طاعت عطا نماید و الله تعالی از ما این عملهای کوچک و ناچیز ما و شما را قبول بگرداند و ما و شما و پدران و مادران و فرزندان ما و شما را از اهل بهشت اعلی و فردوس الاعلی نوشته گرداند و الله تعالی این بدنهای عاجز ما و شما را از عذاب جهنم آزاد بگرداند.